داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان تولد یحیی. در قدیم خدا شوتی فرشته و پیامبرانی گوتی کوما هور داد، اما بعد 400 سالا که گذشت خدا گوتی کوما هیچ خبری نداد. ناگهان خدای فرشته پپیرین کاهن که نام زکریاوت ظاهر بود. و آیی همسر الیزابت خدا ترسین انسانتند، اما آیی همسر الیزابت نتوانست که صاحب فرزندی بید. خدای فرشتک به زکریا گوشت تی همسر بچه که ودی یکند آیی نامات یحیی وکله. آشه خدای روها پر ربید و انساننا تا مسیح موعود یاتن آماده وکند. زکریا در جواب گوشت من و منی همسر پزاگه داشتن باز پیر بودگن. چون ممکنه بیتی اتفاق کپید؟ خدای فرشتک برای جواب داد نه خدا دیم داته تا خوشین خبری به تب رسینین. هنو که تا نی هورانه باور نکرده خبر داتن قدرت شدست دیه تا زمانی که آزاگ ودی بید. همان لحظه و زکریا دیگه نتوانست سخنی به وتی زبان بیارید و بعد خدای فرشتک زکریایی که نکه شد و بعد زکریا به گسا برگشت و طولی نکشید که آیی همسر باردار بود. وقتی که الیزابت به 6مین ماه حاملگی تهاوت داد، اما فرشتک ناگاه به الیزابت سیاده ناما که مریمت ظاهر بود. باکره و یوسفی نام زدد. فرشته به آیی گوشت ته حامله و بیه و بچک کاره و آیی ناما عیسی وکله. خدای متعال بچک بید و آیی سلطنت ابدی بید. مریم پاسخ داد چون چنین چیزی امکان دارید در حالی که من باکره هستم؟ فرشته توضیح داد روح القدس بدتر نازل بید و خدای قوت بدتر سایه و افکنید. بناپرشی بچک قدوس و خدای متعال زاگ بید. مریم به فرشته و خبران ایمان آورد و هر چه که گوشتت قبول کرد و پذیرفت. بعد مدتی کوتاهی که فرشته خبران گوشتت مریم به الیزابتی گسا شد. به محض یشی که الیزابت مریمی سلام توارا اشکت زاگ به آیی لاپتا حرکت کرد. آوان به خاطر خدای کاران که پراوان کردت خوشحالتند. مریم حدود 3 ماه به الیزابتی که نکه ماند و بعد به وتی گسا برگشت. بعد الیزابتی بچک که به دنیا یاتنه و زکریا آیی ناما را همارا که فرشته گوشتت یحیی اششت. سپس خدا دعارک زکریای زبان پاچ کرد و زکریا گوشت خدا رو شکر چون به وتی کومه یاری یاته و تا ایم نیزاگ تا خدای متعال نبی وانتگه بیه که به انسان نشه که چون توانند وتی گناهانی بخشش ودی کنن. داستانی برگرفته کتاب مقدس انجیل لوقا فصل 1.